وزارت کارهای داخلی روسیه گفت از ماه ینور تا سپتامبر یعنی در 9 ماه امسال 119,000 یا زیاده از 1% اهالی تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. این در حالی است که روسیه گرفتار جنگ با اوکراین است و ده‌ها هزار شهروند این کشور را ترک کردند. مقامات تاجیکستان پیامد میل زیادی مردم را به شناسنامه روسی نمیگویند. ایده نگران هستند. مهاجران کاری این سند را یگانه راه آسان کار و زندگی در روسیه میپندارند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی درباره این آمار تازه معلوماتی بیشتر میدادید؟ سلام زرنگی، سلام بر بینندگان گرامی. بر اساس آمار وزارت کارهای داخلی روسیه که رادیوی آزادی 22 دکبر با آن آشنا شد، صاحب شناسنامه شدن تاجیکان در ماه‌های ایول و سپتامبر به اوج خود رسیده است. هر روز به حساب میانه حدود 500 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول کردند. در 90 روز بیش از 45,000 نفر شناسنامه روسی گرفتند. این در حالی است که امسال به سبب جنگ روسیه در اوکراین کوشش ساکنان کشورهای دیگر به دریافت شهروندی روسیه برعکس کم شده است. کارشناس تاجیک مقیم مسکو امان اسرار در شرح این موضوع گفته است که از یک طرف حضور مهاجران کاری از جمله از تاجیکستان در روسیه مشکل شده، از طرف دیگر دریافت شناسنامه را بر عوض رفتن به جنگ اوکراین آسان کردند. به قبل همصحبت ما بعضی از شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان که از بیکاری رنج میکشند به هر واسطه شهروندی روسیه را خواهند گرفت. در عین زمان سفارت تاجیکستان در روسیه از مهاجران کاری خواسته است پیشنهادها را برای اشتراک در جنگ بیگانه نپذیرند وگرنه در کشور جزا خواهند گرفت. بله میرزانبی، شما قبل از برنامه میگفتید که تعداد آنهایی هم که حق اقامت روسیه و به عباره مهاجران VNG گرفتند زیاد شده است. کارشناسان درباره عاقبت‌های این تمایل چی میگویند؟ ببینید، به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه تا ماه اکتبر همین سال زیاده از 114,000 تاجیکستانی اجازه اقامت را به دست آوردند. این سند یک قدم تا گرفتن شهروندی دانسته می شود. اما اسرار این کارشناس تاجیک میگوید با چنین سرعت تاجیکستان در سالهای نزدیک به کشوری تبدیل خواهد یافت که اهالی زیادی آن شهروندی روسیه خواهند شد. وی گفت تنها در 6 سال اخیر زیاده از 5% اهالی تاجیکستان شهروندی روسیه شدند. و همچنین میگوید که در چنین شرایط پیاده کردن سیاست مستقلانه و بیرون شدن از خط کشیده مسکو برای تاجیکستان مشکل تر خواهد شد. همصحبت ما همچنین افزود که تاجیکستان را ضرور است رشد اقتصادی خود را تامین کند تا شهروندانشان توانند به شناسنامه خود به حیات ارزنده دست یابند. آنگونه که میدانیم هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای یافتن کار و معاش مناسب به روسیه میروند. پول فرستاده مهاجران هم معلوم است که به زندگی عائله آنها و هم اقتصاد کشور مهم دانسته می شود. تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد درباره افزایش شمار تاجیکانی که صاحب شهروندی روسیه شدند و سبب و پیامدهای این روند صحبت میکرد.